سلام بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه اخباری آزادی که با تحولات تاجیکستان و جهان شما را آشنا می‌کند. امروز 27 نوامبر این موضوع را در مد نظر داریم. مهاجران هم صدا دارند. اعتراض رانندگان یاندکس تاکسی در مسکو که از شرایط کار به داد آمدند. یاندکس عادی ترین چیز قرارداد کاری نمی‌دهد تا ما خود را در قید گذاریم. ما 30% درآمد را به یاندکس می‌دهیم. ایبنامه رخشانه حکیمова درباره مناسبت با چین از سیاستمداران نظر خواست و با خیانت به دولت متهم شد. و چرا ساکنان تاجیکستان از بالا شدن قرب سامانی در نسبت روبل روسی ناراحتند؟ 135 سامانی بود. حاضر 100 سامانی شده گیده. اما شروع میکنیم از خبری رید در خباروفسک که در پی آن یک مهاجر از آشیانه چهارم خوابگاه به زمین سرازیر شده است. ریاست ولایتی وزارت کارهای داخلی میگوید وقتی که نیروهای امنیتی برای تفتیش به خوابگاه آمدند، جوان 19 ساله تاجیک کوشش نموده از طریق تریزه از آنها فرار کند. او یک طرفی متا را به بطاری بسته خواست به پایان فرآید، اما متا به وزن تاب نآورد و مهاجر از بلندی به پایان افتاد. در نوار دیده می شود که نیروهای امنیتی به پزشکان برای گذاشتن زاده تاجیکستان به ماشین یاری تاجیلی کمک میکنند. وزارت کارهای داخلی میگوید مهاجر در بیمارستان بستری شده، او را طبابت طولانی در پیش است. بعد معالجه این مهاجر را از روسیه اخراج میکنند. در حالی که مهاجران در وضع غیر قابل تحمل و فشار شبانه روزی نهادهای قدرتی روسیه قرار دارند، ظاهراً کاردهنده های آنها نیز دست خود را باز شمرده شرایط کاریشان را بدتر میکنند. هفته گذشته با تشبوس مهاجران راننده در مسکو کارپرتوی 2 روزه دایر شد. به گفته راننده ها قریب 50% درآمد آنها به فایده شرکت می رود. به قول همکارانمان از طرح میگرانت میدیا احتمال چنین کارشکنی ها در آینده بیشتر خواهد شد. گزارش را زرانگیز نوروز را تقدیم میکند. یاندکس عادی ترین چیز قرارداد کاری نمی‌دهد تا ما خود را در قید گذاریم. ما 30% درآمد را به یاندکس می‌دهیم و اندازه دولت را هم خودمان می‌سپاریم. رانندگان شرکت یاندکس تاکسی از آن شکایت دارند که قبلا 20% درآمد را به شرکت میدادند، ولی میگویند حالا از آنها طلب می شود که 30% درآمدشان را بپردازند. همچنین آنها باید از پولی به دست آورده خود 4% را انداز سپارند. این همه در حالی است که به گفته رانندگان یاندکس به آنها ماشین نمیدهد. ماشین را آنها کرایه یا با پولی قرض گرفتند و قسم زیادی پولی کار کردهشان به بانک می رفته است. قرقیز ها آسیایی ها آفرین بچه ها. یاندکس همه را خسته کرد، کار مشکل تر شده است. بنا به نوارهای نشر شده اعتراض و دعوت به کارپرتویی در شرکت یاندکس را رانندگان قرقیز شروع کردند و تاکسیرانهای روس هم به این تشبوس همراه شدند. بیایید هممون دستگیری میکنیم، بیایید نمی براییم روزهای 21 22 خوب میکنیم فقط. من دیروز در کانال تلگرام خود چند مواد در این باره موندم. رانندگان تاکسی خیلی بحث کردند. بسیاری ها دستگیری میکنند. یک پرسش گذراندم. بیش از 70% گفتند در این معرکه شرکت میکنند. مهاجران تاکسیران همچنین از آن شکایت دارند که یاندکس با آنها حتی قراردادی کاری پیشنهاد نمی کند. به این قرارداد راننده ها بودوباش خود را قانونی کردن نمی توانند و این برای آنها مشکل ایجاد کرده است. با سبب نداشتن این حجت راننده ها مجبورند در 3 ماه یک بار کشور را ترک کنند یا حجت قلبکی کنند. شکایت ها از دشوار شدن کاری تاکسی در روسیه زیاد می رسد. این مشکل چند ماه باز ادامه دارد. قبلا مقامات روسیه خبر داده بودند که تاکسیرانی برای مهاجران در تقریباً 20 منطقه این کشور منع شده است. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. با مقابل رخشانه حکیمова روزنامه‌نگار و برادرزاده شاکر جان حکیمov معاون بازداشت شده رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان پرونده جنایی باز شده است. پرونده را دادستانی کل تاجیکستان بر اساس ماده 305 کودکس جنایی یعنی خیانت به دولت هنوز ماه ایول زمان بازداشت چهره‌های معروف در دایره قضیه تلاش تبادلات و غصب قدرت باز کرده است. رادیو آزادی تازه تصدیق
این خبر را به وسیله یک منبع نزدیکش در دادگاه به دست آورد و با دلیل‌های امنیتی اسم این منبع نشر نمی شود. همکارم خیرمان بقازاده حالا با جزئیات این موضوع که کارمندان رادیوی آزادی تحقیق کردند در استودیو درباره من است. درود بر شما. آیا دادستانی رخشانه حکیمова را به چی متهم میکند؟ تشکر شهلا. با گفته منبع رادیوی آزادی دادستانی کلی تاجیکستان حکیمova را با اون متهم میداند که گویا در مورد نفوذ چین در جمهوری یک پرسشی به گفته تفتیشات پنهانی گذرانیده است. در دایره این پرسش بعضی چهره‌های بازداشت شده از جمله سید جعفر عثمانزاده و شاکر جان حکیمov نیز به سوالها پاسخ دادند. گویا حکیمova این پرسش را برای کدام سازمان خارجی می‌خواسته است انجام دهد. این چه سازمان است یا پرسش کدام سوالها را فرا می‌گرفت معلوم نیست. از حال خود رخشانه حکیمova چه خبری هست؟ با گفته منبع رادیوی آزادی این خبرنگار در دوره تفتیش پرونده و حالا نیز به دلیل داشتن کودک شیرخوار 5 ماهش به شرط بیرون نرفتن از محل اقامت در آزادی است. اما همه اسناد حکیمova از جمله شناسنامه و گذرنامه یا شناسنامه خارجیش مصادره شده است. باید گفت که رخشانه حکیمova از آغاز دادگاهی این قضیه همه روزه در جلسه های دادگاهی در بازداشتگاه موقتی دوشنبه اشتراک می کند و روز 22 نوامبر هم در برابر امکش شاکر جان حکیمov عیبنامه او نیز شنیده شد، ولی خود خبرنگار و وکیل دفاعش از شرح پرونده خودداری می کنند. رخشانه حکیمova 31 سال دارد. بعد ختم رشته ژورنالیستیکا در مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان، نشریه جوانان تاجیکستان و دیگر سازمان‌های روزنامه‌نگاری کار کرده است. او عائله‌دار و صاحب 2 فرزند میباشد. تشکر. خیرمان بقازاده بود که صحبت میکرد. باید گفت این اولین بار است که در دایره پرونده تلاش تبادلات نام یک زن هم رسانه‌ای میشود. جلسه دادگاهی چهره‌های شناخته که در تلاش تبادلات، خیانت به دولت و غصب قدرت و اتهامات دیگر گمان بردانسته می‌شوند 14 نوامبر پشت درهای بسته بدون حضور نزدیکان بازداشت شده‌ها و نمایندگان رسانه‌ها آغاز شد. شما تفصیلات را می‌توانید در وبسایت رادیوی آزادی پیدا کنید. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. برنامه را ادامه می‌دهم. نرخ روبل روسی در بازار اسعار تاجیکستان به طور قابل ملاحظه پایین می‌رود. بانک ملی سببش را اعلام نکرده است، اما از سوی دیگر برای مهاجران و نزدیکان آنها مهم نیست که چرا قرب روبل پست شد. اکثر آنها تنها می‌خواهند قرب اسعار روسی بلندتر باشد تا مبلغ می‌گرفته‌شان با سامان بیشتر شود و به خرج روزگارشان برسد. برای صوفی و عبدالغنی عبدالوهاب موضوع را ادامه می‌دهند. یک ماهایی که خراجات زندگی ما علیشیر عالیموف ساکن شهر حصار چند ماه پیش زمانی که قرب 10 روبل روسی 1 سامانه و 35 درم بود با 700,000 روبل کار کردهش از روسیه به تاجیکستان برگشت. با امیدی که قرب روبل در برابر سامانه باز هم بالاتر می شود آن زمان روبل هایش را به سامانه تبدیل نکرد. وقتی که ما کار میکردیم 700,000 گرفتیم و آوردیم در همون حالت کورس میانه بود ده 135 سامانی بود. حاضر 100 سامانی شده گیده. اون وقت مایده نکردیم پشیمون شدیم ده. حاضر زحمت کشیدن در روسیه، زحمت کشیدن، مهنت کردن قریب فایدهش خیلی کم است ده. حالا چی که حاضر پاتین قیمت شدگی، رجیستراسیون قیمت شدگی، کورس روبل پایان فرامدگی. علیشیر اگر حالا 700,000 روبل خود را به سامانه تبدیل کند نزدیک 25,000 سامانه زیان می بیند. پایین رفتن ارزش روبل در تاجیکستان به درآمد اکثر خانواده ها ضربه خواهد زد. البته اگر قرب روبل اگر پایان فروید قین می شود. از درآمد مردم تاجیک زندگی خیلی کم میشه.
رئیس پیشین بانک ملی و سابق وزیر رشد اقتصاد تاجیکستان شریف رحیمزاده بر این است که پایین روی قرب روبل روسی نه تنها به درآمد خانواده‌های مهاجران همچنین بر رشد اقتصاد کشور نیز تأثیر منفی خواهد داشت. زیرا پس رفتن قرب پول این پس رفتن تناسب مبلغ‌های پولی است که به تاجیکستان می‌گذرد. یعنی اگر مثلا در یک سال از فدراسیون روسیه به تاجیکستان 2 میلیارد دلار برگردد، 2 میلیارد دلار این تناسب پولی حجم معین پولی روسیه است و اگر قربش پایان رفت از 2 میلیارد کمتر می آید. از 2 میلیارد کمتر آمدن این کم شدن طلبات، حجم طلبات در جمهوری تاجیکستان است. کم شدن حجم طلبات باشد تاثیر می رساند به حجم عمومی استحصال، چون که چقدر طلبات کم شد همونقدر کارخانه‌ها مجبور میشن کمتر مال استحصال کنند. ممکن بعضی کارخانه‌ها مجبور میشن که جایهای کاری رو کم کنند. یعنی تأثیری با واسطه است. به نظر شریف رحیمزاده بالا و پایین شدن قرب اسعار بعضاً به عامل‌های بیرونه و بعضاً از طرف خود حکومت‌ها با هدف تأثیر رساندن به کشورهای دیگر عمداً صورت می‌گیرد. از اول همین سال روبل روسی ارزش خود را نسبت به پول ملی 46 سامانی یا خود 32% از دست داده است. بانک ملی چنین روند را شرح نداده است و در برخی بانک‌های تجارتی نیز کاهش قرب روبل را در هفته‌های اخیر بدون شرح بیشتر تصدیق کردند. رو می‌آوریم به موضوع دیگر و می‌رویم به ولایت سوخت. هفته گذشته وزارت نقلیات تاجیکستان از بیکار شدن رخصتنامه‌ها برای عبور جمهوری ازبکستان به رانندگان ماشین‌های بارکش خبر داد. از روز 21 نوامبر ماشین‌های بارکش از تاجیکستان و ازبکستان می‌توانند به اجازتنامه از حدود یکدیگر گذرند. همکارم فرزان محمدی بعد این خبر وزارت نقلیات به گذرگاه فاتح آباد رفت و این گزارش را آماده کرد که همراه می‌بینیم. رانندگان ماشین‌های بارکش از جانب تاجیکستان میگویند بار اول به خریداری رخصتنامه به سمت ازبکستان حرکت میکنند. به گفته آنها سالها باز انتظار رایگان شدن این اجازتنامه بودند. حجتگذاری یکم وقتی که ما بار کردیم از تاجیکستان طرف روسیه با دزوال یعنی که رخصتنامه بین تاجیکستان و ازبکستان از بین رفت، ما خریداری نکردیم. انا مشکلی برطرف شد. یک سال پیش وضع تماما دیگرگونه بود. مشکلی به دست آوردن رخصتنامه و نرخ گران آن باعث انتظاری طولانی و سرگردانی رانندگان می‌گردید. حیدبای امینوف که 24 سال باز راننده است میگوید تا زمان رایگان شدن رخصتنامه بارها با مشکلی ها روبرو شده است. کلم فایده که من $110 می‌خریدم، $110 هم فایده. رسول مثلا نیم رام می‌بردارد. یا مثلا رسول یک طرف می‌بردارد. $100 مثال یک گله مثلا شوفر با پیلیس میشد. اجازتنامه برای بارکشانی یا به اصطلاح دزوال میان تاجیکستان و ازبکستان روز 21 نوامبر از بین رفت. به گفته نمایندگان وزارت نقلیات از این به بعد ماشین‌های بارکش می‌توانند از حدود همدیگر عبور کنند. این دیگرگونی بعد به امضا رسیدن سازشنامه بین پرزیدنتان تاجیکستان و ازبکستان و تصدیق آن در پارلمان روی کار آمده است. به نوشته سامانه وزارت نقلیات تاجیکستان بر اساس این سند عبور ترانزیتی واسطه‌های نقلیات بارکش توسط قلمرو هر دو دولت به رخصتنامه عملی کرده خواهد شد. گرفتن رخصتنامه برای کشاندن بار از تاجیکستان به خارجه به واسطه خاک ازبکستان 6 سال باز هست، اما ارزش آن در ماه‌های آخر بحث برانگیخت و این بخش را ناشفاف جلوه داد. رادیوی آزادی با مراجعت رانندگان در این موضوع اولین شده گزارش داده بود. فرزان محمدی، رادیو آزادی از گذرگاه فاتح آباد. دوستان عزیز، نشر نوبتی برنامه به انجام میرسد. تشکر که تا این لحظه ها با ما بودید و البته خبر و گزارش از این بیشتر چون همیشه میتوانید در وبسایت azadi.org و همین گونه صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک تاک و یوتیوب دسترس کنید. فردا شما را منتظریم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهبان هر یک شما باشه.